تست نویسی فقط وقت تلف کردنه. اونجوری هم که میگن خیلی فایده خاصی نداره، کلی هم هزینه میبره، روند تولید رو هم کند میکنه. برنامه‌نویس حرفه‌ای نرم افزار مینویسه که بدون تست هم خوب کار کنه. درود به شما دوستان عزیز، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. اینه که شنیدیم برخی از دلایل ماهاست که علاقه نداریم بریم سراغ تست نویسی و شاید هم اونجوری که باید با همه وجودمون درک نکردیم که تست نویسی چقدر میتونه به ما و توسعه نرم افزارمون کمک کنه. شاید هم فکر میکنیم خیلی کار سختیه و برای یادگیریش سعی نکردیم دنبال یک منبع خوب یا یک روش خوب یادگیری باشیم. از دید من تست و تست نویسی قطعا میتونن تفاوت بین یک برنامه‌نویس معمولی و یک برنامه‌نویس حرفه‌ای رو رقم بزنن. قول میدم بعد از این دوره شما تست و تست نویسی رو یه جور دیگه نگاه میکنید و قطعا میرید دنبالش که ببینید که چه کار باید بکنید که خودتون رو هرچی بیشتر تو این زمینه پیشرفت بدید. من توی دوره کوتاه آموزشی میخوام در مورد تست و تست نویسی به عنوان شرح وظایف یک برنامه‌نویس کمی از تجربه‌های خودم رو با شما در اشتراک بذارم. کاملا عملیاتی و کاربردی و در حد نیاز که بتونید با سرعت جلو برید و اونو یاد بگیرید. هدف این دورم اینه که بگیم به عنوان یک برنامه‌نویس چه اطلاعاتی رو باید بدونید، چطور به کار ببرید و از چه ابزارهایی در این راستا استفاده کنید. با چند مثال کاربردی هم اونا رو به طور کامل یاد میگیریم. ابزارها و روش‌هایی که خیلی از شرکت بزرگ الان دارن به وسیله اون مدل توسعه نرم افزارشون رو پیش میبرن. به عنوان یک برنامه‌نویس وقتی بگی بلدی تست بنویسی و اصول و پایه به تست نویسی رو به طور کامل بلدی، قطعا اونا شرکت‌ها یک مدل دیگه بهت نگاه میکنن. اون کسایی که میخوان نرم افزار تو رو ازت بخرن و بگیرن قطعا به شما با یک مدل دیگه نگاه میکنن و مطمئنا تو ارتقای شغلی هم یکی از پارامترهای بسیار بسیار مهمه. توی دنیای برنامه‌نویسی تست خیلی مختلفی وجود داره که هر کدوم از اونها اهداف خاص رو دنبال میکنن. این تست‌ها به دسته‌بندی مختلفی تقسیم میشن و توی تیم‌های تولید نرم افزار مسئولیت انجام تست‌ها هم به عهده یک نفر و یا تیم و یا افراد با تخصص‌های خاص میتونه سپرده بشه. ما فعلا تو این دوره آموزشی با اون بخشش کار داریم که وظیفه یک برنامه‌نویسه. البته برخی از تست‌ها دیگه هم هستن یه جوری غیر مستقیم بازم به برنامه‌نویس و معمار سیستم برمیگردن. چرا؟ چون باید اون سیستم طوری طراحی بشه و طوری زیرساختای اون رو ببینن که تیم با نفرات تیم‌های دیگه که قصد تست نرم افزار دارن، نفرات دیگه که قصد دارن برای سیستم تست بنویسن، بتونن به راحتی برای اون سیستم ماژول‌های مختلفی رو طراحی کنن و تستاش رو بنویسن. حالا به عنوان کار یک برنامه‌نویس که میخواد کار تست انجام بده، قطعا اون شخص باید کمی حرفه‌ای‌تر و شاید هم بگیم بهتر کمی تخصصی‌تر تو این زمینه کار کرده باشه. قطعا هم هزینه و زمان نوشتن سیستم‌هایی که فرآیند توسعه نرم افزار قرار تست نویسی رو به عنوان یکی از بخش مهم قرار بدن خیلی زمان و هزینه بیشتره. بیایم با خیلی سریع برخی از مزایای مهم تست نویسی رو تو حالت کلان با هم دیگه ببینیم. مثلا اول اینه که افزایش کیفیت. البته اینو بگم من خیلی تیتروار رو خیلی به عنوان تایتل بار دارم اینها رو بررسی میکنم. توی دوره متوجه میشین که کجا چجوری داره واقعا کیفیت نرم افزار افزایش پیدا میکنه و دلایلش رو به دیتیل ما توی دوره با هم دیگه بررسی میکنیم. مسئله بعدی کاهش هزینه تو دراز مدت. قطعا اوایل هزینه بالاتره ولی تو سیستم وقتی در حال پشتیبانی و نگهداری هستش و تغییرات میاد، قطعا تو اون موقع هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی به شکل قابل توجهی پایین میاد. افزایش امنیت با توجه به تست‌های مختلفی که وجود داره و نوع برنامه‌نویسی و نوع طراحی زیرساخت‌های ما، قطعا امنیت افزایش پیدا میکنه. اطمینان از عملکرد صحیح سیستم، خب قطعا یکی از هدف‌های تست نویسی تو حالت خودش اینه که ما بتونیم فانکشنالیتی سیستم رو ازش به بهترین شکل مطمئن باشیم و بدونیم که این سیستم داره به درستی کارش رو انجام میده. مسئله بعدی که شاید خیلی ازش غافل باشن ولی تست نویسی مستندات بسیار خوبی رو برای کدای ما تهیه میکنه. چطور؟ به چه صورت؟ ببینین به عنوان مثال وقتی که ما میخوایم برای یک تابعمون یا یک کلاسمون و مجموعه از متدهای داخل اون کلاس تست بنویسیم، یک نفر که بدون این سیستم توش تست داره روش کلیک راست میکنه، میره تو رفرنس ها ببینه این کلاس تو کجاها تو تست ها استفاده شده. چرا؟ میره میبینه که براش چه تستایی نوشته شدن، برای اون متد چه داده‌های ورودی داده شده، چه خروجی‌های مورد نظر بوده که ببینه. پس میبینین که دقیقاً حتی با نامگذاری متدهای تست قشنگ شما دارید میگین که این متد داره چه کار میکنه، چه ورودی میگیره، چه خروجی میگیره، ما دنبال چه عملکردی هستیم، کجا باید فیل بشه، کجا باید پاس کنه تست رو و چه پارامترهای مجاز هست بگیره، چه پارامترهای مجاز نیست. پس اگه کسی بخواد یک سیستمی رو ببینه که توش چه
مستنداتی داره، یکی از بهترین جاها برای دیدن فرآیندها و یا عملکرد توابع و کلاس‌ها دیدن تستای اون سیستمه. مورد بعدی بهبود کدنویسی ماست. ببینید به نظر من این یک فرآیند متقابله. یعنی وقتی شما میخواین تست نویسی کنید مجبورید کدنویسیتون رو بهبود بدید. حالا میگم به چه صورتی داخل دوره با هم دیگه میبینیم. وقتی کدنویسی بهبود پیدا میکنه تستای بهتری مینویسین. تستای بهتری مینویسین کدنویسیتون مجبورین بهبود. یک فرآیند متقابل هستش که کمک میکنه شما کدنویسی و خروجی کداتون خیلی بهینه‌تر و بهتر بشه، چون عملا شما باید خیلی از مفاهیم سالید رو رعایت کنید. کلین کد بنویسین. به عنوان مثال وقتی برای واحد برای تابع دارین کد می‌نویسین باید سینگل ریسپانسیبیلیتی رو برای اون رعایت کنین، چه برای کلاس چه برای متد. وقتی میرید داخل تستتون وقتی می‌بینید اون تابع که دارین براش می‌نویسین داره دو تا فرآیند رو دو تا موضوع مختلف رو پیاده‌سازی میکنه، اونجاست که بزنید مثلا خب من این کد من نیاز به ریفکتور داره. چرا؟ چون متدی که نوشتم برای تست براش این متد داره دو تا سه تا فرآیند مختلف تست میکنه و این پس اونجاست که میفهمین که این متد اونجور که باید موضوع سینگل ریسپانسیبیلیتی رو رعایت نکرده و بهتره که یه ریفکتور بشه. وقتی شما تست نوشته باشین با خیال راحت تستتون داره کار میکنه، درسته، اوکی، ریفکتور میکنین و باز تست رو اجرا میکنین و میبینین که بله تست داره درستی کار میکنه و ریفکتور شما هم به درستی عمل کرده و نگران تغییرات نیستین که برید سراغ این جمله که اون برنامه‌نویس که کد نوشته اون قسمتشو دست نزن چون داره درست کار میکنه. اگه تست داشته باشه هر چقدر دوست داشته باشین میتونید دست بزنید، تغییر بدین و بهینه‌اش کنین و ریفکتور رو روش انجام بدید. خب حالا بریم با هم دیگه برخی از اصطلاحات رایج توی تست نویسی رو با هم ببینیم. این حالا باز اینا خیلی کلی هستش و میشه برای هر کدومش سرفصل‌های جدا تعریف کرد. مسئله اول اینه که اول اونا رو یاد میگیریم، چند تا مثال تست ساده با هم دیگه بررسی میکنیم و لول بعدی میریم جلوتر و تا مثالهای کاملا عملیاتی و کاربردی رو با هم دیگه انجام بدیم. فریم ورک های مختلفی وجود داره برای تست. ببینین همچنین آیدی ها و تولز مختلفی. مهمترین مسئله این که ما اون آیدی که انتخاب میکنیم معمولا تقریبا همه زبان‌های برنامه‌نویسی الان که من میبینم و هستش تقریبا اون آیدی هاشون تولز ها و اون تست رانرهای خاص خودشو دارن. فریم ورک هم نوشته شده و اون فریم ورک ها کمک میکنن که شما تست ها رو بنویسین و توسط تست رانر اجرا بشن و نتیجه تست رو ببینیم. به شما هم ابزار میدن برای تست نویسی. مسئله بعدی حالا میخوایم با یه سری تعریف آشنا بشیم. یونیت تست. تست واحد یا همون یونیت تست یک روش تست نرم افزاره که تو کوچکترین بخش یک برنامه میتونه تابع باشه، متد خاصی باشه، باید به صورت کاملا جداگانه و مستقل از کل برنامه بیم عملکردش رو بررسی کنیم و اطمینان حاصل کنیم که اون تابع متد داره به درستی و مستقل، خیلی نکته مهمه، مستقل از سایر بخشای برنامه داره به درستی کار میکنه. همینجا با همین تست واحد که برای یک متد می‌خوایم بنویسیم شما می‌بینید که چجوری باید کد نویسی شما کلین باشه و مفاهیم سالید رو رعایت کرده باشه تا بتونید اون مسئله سینگل ریسپانسیبیلیتی رو اینجا برای کدتون پیاده سازی کنیم و هر جا خاص یونیت تست بنویسید که این سینگل ریسپانسیبیلیتی براش پیاده سازی نشده میرید و ریفکتور انجام میدین و تستتون رو نوشتین و خیالتون هم جمعه. موضوع بعدی یک پارچه سازی، تست یک پارچه سازی یا همون اینتگریشن تست. یک روش تست نرم افزاره که توی اون ماژول‌ها و کامپوننت‌های مختلف یک سیستم که به صورت جداگونه تست شدن حالا با هم دیگه ترکیب میشن و یک تست جدیدی می‌نویسیم که تعامل و کنش واکنش این کامپوننت‌ها با هم دیگه که قراره یا این توابع که قراره با هم دیگه یک خروجی جدید رو با هم بدن و بررسی کنن رو با هم می‌بینیم. چون بعضی وقتا از یک کامپوننت شاید یک تابع به درستی داره کار میکنه ولی وقتی میایم داخل فرآیند میذاریم اونجور که باید اون فرآیند پشتیبانی نمیکنه و ما نیاز داریم مجددا اون متد یا اون کامپوننت رو تغییر بدیم. این هم یکی از پرکاربردترین تستاست که وظایف خود برنامه‌نویس هستش. حالا ما می‌خوایم یه فریم ورکی رو با هم کار کنیم امروز به اسم اسپک فلو که تو این دوره با هم میریم بیشتر باهاش آشنا میشیم. یک فریم ورک تسته که از روش توسعه مبتنی بر رفتار یا همون BDD پشتیبانی میکنه. این فریم ورک به ما امکان میده تا رفتارهای برنامه رو با استفاده از متون قابل خواندن برای انسان و با استفاده از زبان ساده به اسم گریکین تعریف کنیم. حالا متون قابل خواندن برای انسان منظور چیه؟ یعنی ما انسان‌هایی که تو دنیای برنامه‌نویسی دارن کار میکنن لازم خیلی کلام ببینیم. ما برنامه‌نویس منظورمونه، تستر سیستم منظورمونه، پروداکت اونر یا مدیر محصول. خب
مجموعه از اینها قرار نهایت با تست ما کار کنن و ببینن این تست داره چی کار میکنه، چطور دارن این تست رو استفاده میکنن و قرار چطور از این تست بهره ببرن. چون نیاز داره بعضی وقتا تمام این افراد بتونن داده ها رو تغییر بدن. پس بایستی ما یک زبان قابل خوندن داشته باشیم که قابل فهم و درک باشه، که این زبان هم میشه به راحتی شما یعنی تغییرش بدین به وسیله بعضی از مسائلی که تو پیاده سازی باید استفاده کنین. اینا ما جلوتر حتما اینا رو میبینیم با هم دیگه، با مثال خیلی ساده میریم جلو تا مثال حرفه‌ای. این زبان یه چارچوب توسعه محور رو که همون بحث BDD از پشتیبانی باید بکنه. گرکن اون زبانی که تو الان خیلی جای استفاده میشه، شاید شما جاوا کار باشید، سی شارپ کار باشید و یا جای دیگه میتونید از این زبان استفاده کنید که معمولا هم زبان‌های مختلف گفتاری مثلا حتی فارسی، انگلیسی، چه میدونم آلمانی، ایتالیایی، همه رو پشتیبانی میکنه و شما میتونید به زبان خودتون اون لوکال بنویسید. من شخصا با انگلیسیش کار کردم و با همونم کار میکنم. حالا BDD چیه؟ یه همون توسعه رفتار محور Behavior Driven Development، یک روش توسعه نرم افزاره. تو این روش تستا به همون زبان طبیعی باید نوشته بشه تا برای همه اعضای تیم که به همون 3 نفری که 3-4 مجموعه رولی که گفتم و افراد فنی و غیر فنی قابل فهم باشه و هدف اون ایجاد یک درک یک پارچه از نفرات در خصوص فرآیند و تسته که بدونن اینا داره چیکار میکنه، همه زبون همدیگه رو با این روش بفهمن. خب موضوع بعدی TDD یا همون توسعه تست محور Test Driven Development. اینم یک روش توسعه نرم افزاره که تو اون ابتدا تست ها نوشته میشن، سپس کدها به گونه توسعه پیدا میکنن که اون تست رو پاس کنن و اون تست اجرا بشه و بعد از اونم شما هر چقدر که بخواید ریفکتور کنید مجاز ریفکتور کنید به شرطی که تست پاس بشه. یه بار دیگه تست رو اجرا میشین، اگه اجرا میکنید اگه رد شد که نشون میده ریفکتور شما اشتباه بوده، اگه گرین شد ریفکتور شما درست بوده و میبینید که تست داره درستی کار میکنه. و اصلا هم شاید بعضی دوستان بگن که خب TDD برای چه میدونم توسعه برای روش XP هستش. نه، شما میتونید به عنوان یک برنامه‌نویس TDD رو هر جور خواستین تو فرآیند توسعه نرم افزارتون استفاده کنین. یه عده اول تست رو مینویسن، بعد میرن برای اون تست متد مینویسن. یه عده نه، اول متد رو مینویسن بعد براش تست مینویسن. جلسه اول تمام شد. این پست رو برای مرور مجدد و برای اینکه از دست ندین مطلب رو حتما ذخیره کنید. اگه از محتوای این جلسه خوشتون اومد ممنون میشم این پست رو لایک کنید و حتما با سایر دوستانتون به اشتراک بذارید تا اونها هم بتونن استفاده کنن. همچنین پیج من و پیج رویکرد متفاوت رو فالو داشته باشید. نوتیفیکیشن ها رو حالت آل بذارید تا این سری از ویدیوها و دورهای بعدی رو از دست ندید. در مورد این موضوع هم اگه سوالی داشتین حتما کامنت بذارین. حتما از تجربیات خودتون در خصوص تست و تست نویسی، خاطرات خوب و بد و یا خنده‌دار در مورد تست و تست نویسی هم زیر این پست کامنت بذارید تا سایر دوستان و ما هم از اون لذت ببریم. ممنون، تا جلسه بعد، بدرود.